سرخط خبرها: اخراج دامادی امامعلی رحمان از عضویت در بانک، مرگ نزدیک به 7000 شهروند آسایشته در اوکراین و احتمال گرانشوی نام در قرقیزستان. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز 28 دکبر است. جمالالدین نورعلیев داماد رئیس جمهور تاجیکستان که ماه ایون سال روان از مقام معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان برکنار شده بود، اکنون با فرمان پرزیدنت از عضویت ریاست بانک ملی هم خارج کرده شده است. این آخرین مقام رسمی جمالالدین نورعلیев 45 ساله گفته می شود. فرمان پرزیدنت تاجیکستان که از 13 دکبر به امضا رسیده بود، در پایگاه اطلاعاتی حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان نشر شده است. در فرمان گفته می شود که معاونان نوی رئیس بانک ملی شریفزاده فیروز حامدین و سلیمزاده علیجان عبدالجلال به عضویت ریاست بانک ملی پذیرفته شده، جمالالدین نورعلیев از هیئت ریاست خارج کرده شود. جمالالدین نورعلیев که 7 سال اخیر یعنی شروع از ماه می سال 2015 تا ایون 22 به حیث معاون رئیس بانک ملی فعالیت داشت، ماه ایون سال روان با امضای رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان و روزگی مجلس نمایندگان مجلس عالی از این منصب برکنار شده بود. در فرمان امامعلی رحمان تنها گفته میشد که بنابر به کار دیگر گذاشتنش، ولی از برکناری نورعلیев نزدیک به 7 ماه میگذرد، ولی به کدام کار دیگر گذاشتن او معلوم نیست. جمالالدین نورعلیев داماد رئیس جمهور امامعلی رحمان و شوهر آزاده رحمان راهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان بوده، قبلا در وظیفه های معاون و معاون اول وزیر مالیه کشور نیز فعالیت کرده است. نظر نورعلیев درباره اخراجش فعلا دسترس نیست. از آغاز جنگ روسیه با اوکراین نزدیک به 7000 شهروند آسایشته اوکراینی کشته شدند. کمیسریت عالی سازمان ملل متحد عاید به حقوق بشر با نشر گزارش نو گفت همچنین نزدیک به 11000 کس زخمی شدند. بنابر این گزارش، ناظران این سازمان تنها در ماه دکبر 165 حالت فوت و بیش از 500 مورد زخمی شدن شهروندان آسایشته اوکراین را ثبت کردند. اما گزارشگران گفتند که رقم‌ها نهایی نیستند، زیرا از منطقه‌های به مانند شهرهای ماریوپول، ایزیوم، لیسیچانسک، پاپاسنایا و سیورودونتسک که جنگ‌های شدید ادامه دارند، معلومات دیر دسترس می‌شوند. به اطلاع این سازمان، بیشتر شهروندان آسایشته در نتیجه استفاده سلاح ترکننده از جمله تیراندازی از توپخانه‌های وزنین و سیستم‌های موشکی، اینچنین ضربه‌های موشکی و هوایی کشته شدند. در همین حال دادگاه 35 گارنیزون حربی کامچاتکای روسیه الکسی بریوسوف یک خدمتچی حربی را برای اتهام سرپیچی از اشتراک در عملیات جنگی در اوکراین 1 سال و 8 ماه روانه زندان سکونتی کرد. در این باره بخش روسی رادیو آزادی با تکیه به یک رسانه محلی خبر داده است. به اطلاع منبع، او با نقض سرپیچی از اشتراک در جنگ و عملیات جنگی گناهکار دانسته شده است. گفته می شود این سرباز را هنوز روز 6 اکتبر به شعبه تفتیشاتی حربی گارنیزون پتروپاولسک کامچاتسک برده بودند. در آنجا او صرف نظر از سفربری یا بسیج که در روسیه اعلام گشته است، از رفتن به منطقه جنگی دست می کشد. مقامات او را به نقض قاعده های قانون خدمت در ارتش گناهکار می دانند. در همین حال معلوم نیست که این نفر سرباز قطاری است و یا شهروند سفربر شده. حمایتگر بریوسوف به زینه بالاتر دادگاه شکایت برده است. 21 سپتامبر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از آغاز سفربری برای جنگ با اوکراین خبر داد. وزارت دفاع این کشور در اول از دعوت 300,000 نفر خبر داد، اما رسانه‌های محلی خبر دادند که مقامات می‌خواهند شماره سفربر شده ها را به 1 میلیون نفر رسانند. پس از اعلان سفربری، نفران زیادی که نمی‌خواستند در جنگ با اوکراین اشتراک کنند از این کشور فرار کردند. همچنین خبرهای دست کشیدن از اشتراک در عملیات جنگ نیز بیشتر رسانه‌ای می‌گردیدند. با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، محدودیت‌ها برای دختران و زنان مرحله به مرحله بازگشت. این گروه تندرو در آغاز به قدرت رسیدن تحصیل دختران از صنف 6 بالا را منع کرد. این تصمیم تنقید و اعتراض را در داخل و خارج افغانستان به بار آورد. طالبان نسبت زنان ناراضی از خشونت استفاده بردند. در گزارش نوبتی از زندگی یک خانواده افغان قصه میکنیم که به خاطر تحصیل دخترانش
از افغانستان فرار کرد و با پاکستان کوچ بست. алишер зарифی تفصیلات بیشتر دارد. پس از اخراج دختران بزرگش از دانشگاه، محمد آصف شکوری و خانواده‌اش از شهر قندهار افغانستان به ولایت بلوچستان پاکستان کوچ بستند. سال 2021 پس از سر قدرت آمدن طالبان، آنها مانع تحصیل زنان در دانشگاه شدند و تحصیل میانه دختران را متوقف کردند. نام من محمد آصف شکوری است. ما از شهر قندهار افغانستانیم. یگانه سببی به پاکستان کوچیدنم تحصیل فرزندانم بود. وقتی که طالبان سر قدرت آمدند، مکتب‌ها بسته شدند. برای تعلیم و تربیت فرزندانم یگان شرایطی نبود. از این خاطر مجبور شدیم که به پاکستان کوچ بندیم. اینجا فرزندان خردیم را در مکتب‌ها قبول کردند که تا سن 16 سالگی می توانند تحصیل کنند. اما من درباره تقدیر فرزندان کلانم نگرانم، زیرا آنها نتوانستند 2 سال مانده دانشگاه را ختم کنند. من کار خود را سال 2018 در قندهار در رادیوی میرمن آغاز کردم. آنجا مدتی زیاد کار کردم، زیرا آن به من معقول بود. من میخواستم روزنامه‌نگار شوم، اما وضعیت در قندهار روز از روز بدتر میشد. وقتی که طالبان به قدرت آمدند، ما از خانه‌هایمان بیرون نمی آمدیم. ما حتی در درس‌ها اشتراک نمی کردیم. ادامه فعالیت در رادیو مشکل بود و بنابراین نتوانستم کارم را ادامه بدهم. ما نتوانستیم به دانشگاه داخل شویم. پس از سر قدرت آمدن طالبان، ما نه دانشگاه را دیدیم و نه درس را. من کار میکنم، اما زندگی کردن در اینجا خیلی مشکل است. از دوستانم که اینجا هستند $1200 قرض گرفتم. اینجا چیزی از من نیست. هر چیزی رو که در اینجا میبینید، حتی این ماشین درزدوزی رو برایم اجاره دادند. هر چیزی که داشتیم مانده آمدیم. یگانه چیزی که ما توانستیم نجات بدهیم جانمان بود. استحصالگران آرد در قرقیزستان از حکومت درخواست کردند که امتیازی آنها هنگام واردات و کارکرد گندم نگاه داشته شود. در عکس حال به گفته آنها ارزش آرد در قرقیزستان از 1 ینوار سال آینده 15% و نرخ نان 20% گران خواهد شد. استحصالگران میگویند 31 دکبر مهلت امتیازی آنها برای واردات و کارکرد غله که از ماه اوگوست سال گذشته در قرقیزستان جاری شده بود به پایان میرسد. به گفته آنها در حال حاضر مشکل دیگری نیز در این سمت به میان آمده است. ذخیره در انبارهای صاحبکاران قرقیزستان تقریبا تمام شده است و در صورت طلب دوباره اندازه از ارزش علاوه شده، آنها مجبور می شوند که نرخ آرد را 15% بالا برند. متناسباً نرخ نان هم گران می شود، گفت یک صاحبکار قرقیز. در حکومت قرقیزستان تا حال به طلب استحصالگران آرد واکنش نکردند. بخش یک روزی تاریخ را در تهیه خیرمان بقازاده همراه می بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بیخبر نمانیم. 28 декабри соли 1936 филармонияи давлатии тоҷикистон таъсис шуд, ки барои рушди мусиқии милливу замонавӣ саҳмгузор шуд. дар назди ин муассиса гурӯҳҳои зиёди мусиқӣ, таронаву рақс, оркестри миллии созҳои халқӣ, ансамбли рубобчизанон ва дигарҳо фаъолият мекунанд. ҳунармандони маъруфе мисли ҷурабек муродов, нигина рауфова, зафар нозим ва дигарҳо дар назди ҳамин муассиса корро шурӯъ карданд. филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Акашариф ҷурайф гузошта шудааст. 28 декабри соли 1991 бо як қарори президенти Тоҷикистон КГБ-и шӯравӣ ба Кумитаи давлатии амнияти миллӣ табдилӣ ном кард ва ҳамон рӯз чун санаи таъсиси кормандони ин ришта таҷлил мешавад. таърихи КГБ-и шӯравӣ аз 20 декабри соли 1917 сарчашма мегирад. вазифаи сохтори амниятии кишвар аз таъмини бехатарии ҷомеаву давлат ва ҳифзи марз иборат аст, вале солҳои охир ин сохтор барои монанди даврони шӯравӣ дахолати аз ҳад бешаш ба тамоми соҳаҳои кишвар аз ҷумла маҳдуд кардани озодиҳои сиёсиву шаҳрвандӣ интиқод мешавад.
декабри соли 2013 таҳмина раҷабова ҳунарпешаи ҷавон ҷоизаи беҳтарин нақшизанро дар ҷашнвораи байналмилалии филмҳои ҷазираи гоаи ҳинд бурд. раҷабова барои иҷрои нақше дар филми марде дар орзуи зани панҷум бо ин ҷоиза сазовор дониста шуд. филми коргардони зодаи афғонистон ва муқими канада баҳси бисёрҳамсарӣ дар ҷомеаи муҳофизакору саркӯбгар ва мушкилоти хушунати хонаводаиро ба баррасӣ гирифт. бонки миллӣ асъори хориҷиро чунин таъин кардааст. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. фардо ҳамин вақту соат шуморо мунтазирем. худо нигаҳбонатон.